سلام ای نور دل، ای نور دیده. سلام ای مردم فرهنگ دیده. سلام ماست پیک شادمانی، درود است و سرود است و جوانی. مقصد هدف اساسی گروه لبخند تیوی در لبان مادران دیدن تبسم است و مکنون در این بهار نازنین که جشن مادران است، یکایک مادران مهربان را لبخند تیوی از صمیم قلب تبریک و مبارک باد می نماید. دعاگو بر آن است که مادران عزیز ما همیشه صحت سلامت سربلند باشند و همیشه با لبخند تیوی در لبانشان تبسم هویدا باشد. خواستم یک چند رباعی در وصف مادران قرائت کرده باشم، همچون تحفه است از نام لبخند تیوی به کل مادران تاجیکستان وطن عزیز و محبوبمان. آبروی بندگان از خاک پای مادر است، هرچی دارد این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. این خرد و کلان زی توست مادر، مادر. این نام و نشان زی توست مادر، مادر. به هستی تو جهان ندارد هستی، هستی جهان زی توست مادر، مادر. از ثروت و شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. زن بزرگ است و بزرگ است آنچنان، پای بوسش جمله شاهان جهان. زین سبب اندر حدیث آوردند جنت است زیر قدوم مادران. بار دیگر از نام لبخند تیوی به کل مادران روز مادران مبارک باشد. مادران عزیز باقی ما دعاگو باشد تا اینکه استعدادهای نو را دریافت کرده باشیم. همه کار ما زحمت ما به خاطر یک لبخند شما است. هیچگاه تبسم از لبان شما کنده نباشد. دعاگوی لبخند تیوی باشد. خداوند یار و مددگارتان، خود و نزدیکانتان احتیاط کنید. خیر.